منقبض میکنی خودتون، فشار روی شکمت احساس میکنی. 4 ست 20 ثانیه هم انجامش میدیم. خب حرکت بعدی کوهنوردی. 4 ست 40 ثانیه هم کوهنوردی میزنیم. خب برای حرکت بعدی دوباره میخوابیم. 1 4 ست 20 هم اینو انجامش میدیم. کامل پا جمع میکنیم داخل شکم. خب و اما حرکت آخر شکممون پلنگ چرخشی. میریم توی حالت و 4 ست 30 ثانیه تکرارش میکنیم. اینو از پایان جلسه